مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از هلاکت باز یک طفل خردسال در زیر چرخ ماشین خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، نیمه دوم روز 24 اکتبر سال 2023 تقریبا ساعت 17:00 دقیقه راننده ماشین تمغه هوندا استاریکس زیندین شراف‌الدین سال تولدش 1954 ساکن نوع رودکی هنگام حرکت در حوله استقامتیش ناگهان خردسال پیرو و بیبی روبیه سال تولدش 2020 ساکن نوع مذکور را پخش نموده است. در نتیجه کودک جراحت وزن جسمانی برداشته در راه به بیمارخانه جان داده است. وزارت کارهای داخلی گفت تحقیق حادثه مذکور ادامه دارد. بنا به آخرین آمار وزارت کارهای داخلی، در نیمه اول سال 2023 در راههای تاجیکستان در 492 صدمه 193 نفر به هلاکت رسیده، 514 نفر دیگر جراحت برداشتند. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. ده ها تن از قربانیان این صدمه ها کودکانند.